به نام خدا. همونطور که میدونید ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند ماه سال گذشته حمله‌ای رو به ایران آغاز کردند که با واکنش شدید و همه‌جانبه ایران همراه شد. یکی از اصلی ترین اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این حمله انجام داد بستن تنگه هرمز بود که آثار جدی بر قیمت جهانی نفت داشت. همونطور که میدونید حدود 20% از عرضه جهانی نفت تا پیش از اینکه این جنگ رخ بده از این آبراه حیاتی جهان رد میشد و طبیعی هست که اختلالی با این حجم در عرضه نفت میتونه اثرات جدی بر قیمت این محصول داشته باشه. تا پیش از اینکه این اتفاق بیفته عرضه نفت حدود 107 میلیون بشکه در روز و تقاضای نفت حدود 104.3 میلیون بشکه در روز بود که بعد از اینکه این اتفاق رخ داد طبق آمارهایی که آژانس بین‌المللی انرژی داده حدود 10.1 میلیون بشکه از میزان عرضه نفت جهانی کاسته شد و عرضه نفت جهانی به حدود 97 میلیون بشکه رسید. این هم باعث شد که تقریباً حدود 205 میلیون بشکه از ذخایر نفت جهان در ماه مارس مصرف بشه و البته با توجه به اینکه مقداری از این در واقع کاهش ذخایر به واسطه موجودی نفت روی آب دریاها جبران شد، مجموعاً حدود 85 میلیون بشکه از ذخایر نفت جهان در یک ماه مصرف بشه. خب طبیعتاً این اختلال در عرضه در تقابلش با تغییراتی که در تقاضا به واسطه افزایش قیمت رخ خواهد داد، سطح تعادلی جدید قیمت نفت در بازارها رو تعیین خواهد کرد. برای اینکه ما متوجه بشیم که چه اتفاقی خواهد افتاد برای قیمت جهانی نفت ماه‌های آینده، لازم هستش که یک برآوردی داشته باشیم در خصوص اینکه میزان عرضه و تقاضای جهانی نفت طی ماه‌های آتی به چه شکل تغییر خواهد کرد. آقای پل کروگمن، اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصاد، برای اینکه بتونن برآوردی داشته باشند از آینده قیمت نفت در بازارهای جهانی، 9 در واقع وضعیت مختلف رو که ترکیبی هست از 3 سناریو برای آینده عرضه نفت و 3 سناریو برای واکنش تقاضا به تغییرات قیمت که در قالب کشش قیمتی تقاضا در واقع مطرح شده مورد بررسی قرار داده. 3 تا سناریویی که ایشون برای در واقع اختلال در عرضه نفت در نظر گرفتن شامل اختلال 8%، 12% و 16% در قیمت نفت و سناریوهایی که برای تقاضا در نظر گرفتن شامل کشش‌های قیمتی 0.1 15 و 0.2 واحدی هست. در خصوص کشش لازم هست توضیح بدم که منظور از کشش 0.1 یعنی اینکه به ازای هر 1 واحد درصد تغییر در قیمت در واقع نفت 0.1 واحد تغییر در تقاضا خواهیم داشت. ایشون توی سناریوهایی که بررسی کردن بدترین حالت که اختلال 16% در عرضه نفت هست رو در ترکیب با کمترین میزان کشش تقاضا، یعنی حالتی که میزان تقاضای نفت نمیتونه خیلی نسبت به قیمت‌ها واکنش نشون بده، در واقع نفت یک کالای ضروری هست که خیلی نمیتونه نسبت به تغییرات قیمتی واکنش نشون بده. در این حالت گفتن توی بدترین وضعیت ممکنه که قیمت نفت طی ماه‌های آتی به حدود $372 در هر بشکه برسه. در این حال در بهترین سناریو که ما با اختلال در واقع 8% در عرضه نفت مواجه خواهیم بود و با کشش 0.2 واحدی مواجه هستیم، قیمت نفت حدود $99 خواهد بود. این وضعیتی هست که الان هم تقریبا در بازارهای جهانی شاهدش هستیم، یعنی کاهش در واقع حدود 8-9% عرضه نفت رو داریم و با توجه به اینکه استفاده از ذخایر امکان پذیر بوده، میزان کشش تقاضا هم کمی بالاتر از 0.2 واحد هست. اما واقعیت این هستش که به مرور زمان اگر این بحران در واقع ادامه پیدا بکنه و اختلال در تنگه ادامه داشته باشه، ممکن هستش که میزان کشش تقاضا کاهش پیدا بکنه. کاهش کشش تقاضا مثلا به 0.15 واحد میتونه در همین اختلال 8% منجر به رسیدن قیمت‌های نفت به $113 و کاهش کشش قیمتی تقاضا به 0.1 واحد میتونه در همون سطح اختلال 8% منجر به افزایش قیمت‌های نفت به حدود $150 بشه. در این حال توجه داشته باشید که همین الان در واقع حدود 14.2 میلیون بشکه از عرضه جهانی نفت در منطقه‌ای بوده که به خاطر حملات آسیب دیده و حدود 90% این 14.2 میلیون بشکه نفت طبق داده‌های IEA مربوط به در واقع میادین نفتی قدیمی هست که بازگشتنشون به در واقع مدار با دشواری مواجه هست. واقعیت این هستش که بسیاری این میادین اگر حدود 1 ماه متوقف باشن، حداقل 5 هفته نیاز دارن تا دوباره بتونن به مدار برگردن و اگر میزان توقف تولیدشون به حدود 2 ماه یا بیشتر برسه، بین 10 هفته تا 7 ماه نیاز هست تا بتونن مجددا به مدار
برگردن. بنابراین در حالی که به نظر میرسه الان توی یک وضعیت آتش بسی هستیم و شاید طی روزهای آتی این امکان وجود داشته باشه که به یک توافقی هم برسیم، اما حتی اگر توی این سناریو ما به زودی به توافق برسیم هم احتمال اینکه در واقع بازارهای جهانی نفت به سرعت به وضعیت عادی برگردن کم هستش. صندوق بین‌المللی پول تبعات این بحران رو به واسطه همین مسئله تا سال 2027 در اقتصاد جهان جاری میدونه و معتقد توی خوشبینانه ترین سناریو که ازش توی در واقع گزارش اخیر خودش توی گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی با عنوان سناریوی مرجع یاد کرده، قیمت نفت به طور متوسط توی سال 2026 حدود $83 خواهد بود. در این حال این نهاد پیش بینی میکنه که اگر وضعیت خیلی خوب پیش نره و جنگ ادامه پیدا بکنه یا در واقع بسته بودن تنگه هرمز فعلا ادامه دار باشه، توی یک سناریوی نامطلوب قیمت نفت میتونه تا حدود $100 به طور متوسط در سال 2026 و در سال 2027 تا حدود $75 در واقع قرار داشته باشه. همچنین در یک سناریوی خیلی نامطلوب پیش بینی میکنه که قیمت نفت ممکنه که به $110 هم برسه و تو این سناریو نامطلوب پیش بینی میکنه که تبعات انقدر گسترده خواهد بود که قیمت نفت در سال 2027 به حدود $125 خواهد رسید. بر این اساس صندوق بین‌المللی پول پیش بینیش این هستش که اگر ما در سناریوی مرجع باشیم و متوسط قیمت نفت حدود $83 باشه در سال 2026، رشد اقتصادی جهان در این سال حدود 3.1% خواهد بود که حدود 0.3% نسبت به پیش بینی 3.4% که پیش از وقوع جنگ وجود داشت پایین‌تر خواهد بود. تورم هم در این سناریو در سطح جهان به حدود 4.4% خواهد رسید. در این حال اگر فکر کنیم که در سناریوی نامطلوب خواهیم بود و قیمت نفت به حدود $100 به طور متوسط خواهد رسید، رشد اقتصادی جهان به جای 3.1% به حدود 2.5% خواهد رسید و اگر سناریوی به شدت نامطلوب رو در نظر بگیریم، رشد اقتصادی جهان در قیمت‌های متوسط $110 نفت در سال 2026 به حدود 2% خواهد رسید که بسیار رشد پایینی هست. در این حال تو این سناریوها تورم به ترتیب 5.4 و 6% خواهد بود. همونطور که در واقع گفتم، در صورتی که قیمت‌های نفت بالا بره، وضعیت اقتصادی جهان از حیث رشد نسبت به سناریوهای پیشین که حدود مثلا 3.4% بود تا حدود زیادی در واقع افت میکنه و تورم نسبت به اون مقادیری که پیش بینی میشد افزایش جدی خواهد داشت. این مسئله در ترکیب با این قضیه که در حال حاضر هم نرخ‌های بهره در اقتصادهای دنیا به ویژه در ایالات متحده برای طولانی مدت بالا بوده برای مبارزه با تورم، ریسک رکود تورمی در اقتصاد دنیا رو به شدت افزایش میده. در این حال باید توجه بکنیم که بالا بودن نرخ‌های بهره در ترکیب با این مسئله که در حال حاضر هم در واقع بدهی‌های ملی در سطح جهان به ویژه در ایالات متحده بالا هست، میتونه به بحران بدهی‌ها در سطح جهانی دامن بزنه و اوضاع اقتصادی رو نامطلوب بکنه. با این حال باید توجه داشته باشیم که سطح قیمت نفت در قیاس با اون قیمت‌هایی که میتونه به یک بحران جهانی منجر بشه همچنان پایین هست. در واقع بالاترین قیمت نفت طی در واقع 2 دهه اخیر قیمت حدوداً مثلا $140 یا $138 بوده که در خرداد ماه سال 1387 داشتیم، اما تا الان که حالا بعدش هم در واقع منجر شد به اون بحران جهانی سال 2008، یعنی یکی از در واقع عوامل اون بحران بود، اما تا الان بالاترین قیمت متوسط روزانه‌ای که برای نفت داشتیم در نفت برنت حدود $119 بوده که حالا اگر این قیمت رو تعدیل هم بکنیم با تورم در قیاس به اون قیمت $138 که منجر به بحران جهانی سال 2008 شد، رقم بسیار پایینی هست. در مجموع اگر فرض بکنیم که سناریوها به شکلی پیش بره که اختلال کمتر از 10% باشه و کشش بتونه در سطح 0.2 باقی بمونه، انتظار قیمت‌های نفت بیشتر از $120 خیلی در واقع معقول به نظر نمیرسه. اما همونطور که آقای پل کروگمن توی کار خودش میگه، اگر این جنگ در واقع کمی طولانی بشه و اختلال در واقع در عرضه به صورت جدی ادامه پیدا بکنه، نقص و کمبود فیزیکی کالاها باعث خواهد شد که ما به سرعت به سمت سناریوهای نفت بالای $200 حرکت بکنیم و مشاهده نفت $370 در سناریوی اختلال 16% در ترکیب با کشش 0.1 واحد چندان دور از انتظار نیست.